داملا السلام علیکم. من یک دادر اسلامی شما از شهر کولاب یک سوال دارم. یک شخص را دعوت کنی، او در جواب گوید که جنت و راحت جنت از خودت، رو مرا گرنگ نکن، من از مرا و از دوزخ مرا نترسان، چه حکم دارد؟ دادر عزیز، راستی بار من برای شما یک مسئله را کمی آشکار کنم. مثلا این دادر ما کدام شخصی را گفته بود است که یعنی دعوت به جنت و راحت جنت کرده است. اون آدم بی فهم و بی خرد در جواب چی گفته است؟ گفته است که مثلا جنت و راحت جنت از خودت، مرا از دوزخ نترسان. راستی بار انسانی که این جواب میگرداند، این آدم خرد ندارد، معرفت ندارد، فهم ندارد، آدمگری ندارد، انسانگری ندارد، از کوچه آدمگری هم نگذشته است، بنده خدا هم باشدم پره نیست، کامل نیست. لیکن برای آنکه وی جنت شناسد، راحت های جنت شناسد، از دوزخ پروردگار ترسد، دادر از اینجا یک نازکی دیگر هم است، طرز فهماندهی هم باید به جای باشد. بسیاری آدمی هست که یک باره آدم از علامت های دوزخ میگوید وی پروا ندارد، یا به جنت وقتی که او را شناس میکند تا حال وی جنت نمیداند، و یک باره از دوزخ و جنت پرسیدن در کار نیست. افسوس که اگر همه مردم ما دعوتگری را از روی آن دستوراتی که در کتاب آمده است اگر پیشه میکردن، انشاءالله سخن شما بسیار تأثیر بخش میشد. ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه میگوید برای آن که انسان امر معروف کند 5 چیز برای وی در کار است. ببینید دادارد، یکم علم. اگر علم نباشد سخنت هیچ وقت تأثیر نمیبخشد، هیچ کس سخن تو را گوش هم نمیکند و هیچ وقت پایبند عبادت خدا هم نمیشود تو اگر علم نداشته باشی. دوم حضرت گفتند دعوتت خالص از برای خدا باشد، برای شهرت نباشد، برای آبرو نباشد، برای ریاکاری نباشد، برای مبلغ و دیگر غرضها نباشد. چگونه که امروز بسیار انسان ها میخواهند که با طریق موعظه شهرت یابند، لیکن شهرت در نزد خداست، عزت در نزد خداست. سوم حضرت ابولیث سمرقندی چی گفتند؟ گفتند سوم این است که شما صبر داشته باشین. در راه دعوت انسان باید صبر کننده باشد. هر عذاب، هر مشقت، هر مشکلاتی که می آید باید داعی، دعوتگر باید تحمل کند. واصبر علی ما اصابت ان ذلک من عزم الامور. حضرت لقمان بچه‌ش گفتند بچه‌م صبر کن که این میکروفون گرفته و به گوش مردم سخن خدا و رسانیدن آسان نیست. در بین مردم راست ایستاده و تحلیل آیت و حدیث گفتند بسیار مشکلات ها داره بچه. هزارها انسان ها را در این راه نابود کردند، لیکن بچه‌م صبر کن، خدا برای تو پاداش میدهد. چهارم حضرت ابولیث چی گفتند؟ انسانی که مردم دعوت میکند خودش عمل کننده باشد، خودش پیرو آن چیزی که میگوید خودش عمل کننده همون دلالتش باشد. پنجم ابولیث سمرقندی گفتند وقتی دعوت میکنین با سخنهای ملایم دعوت کنین. ببین سخنهای ملایم قطعی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، سوره نحل، سوره زنبور. پروردگار میگوید ای انسان هایی که میخواهید که مردم دعوت کنید، میخواهید که مردم سخن شما را گوش کند، بنده های مرا به سوی من با سخن های ملایم دعوت کنید. بنده های مرا هیچ وقت سخن های قبیح و درشت نگویید، سخن های سخت نگویید، سخن های ناخوب، چی دیوس، چی بدبخت، چی لعنتی، چی خدا زده. این سخن ها در زبان داعی که آمد، اون آدم داعی خودش آدمی سالم درست نیست، ممکن نیست در اسلام. برای چی پیغمبر خدا را ما باری ندیدیم در یگان دعوت خود سخن قبیح را استفاده برده باشد؟
که زمان پیغمبر از زمان ما چقدر فرق داره. سوره طه پروردگار چی میگوید؟ حضرت موسی را همراه برادرش هارون اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای موسی، ای هارون، به قصر فرعون روین. فرعون پاچا بود و دعوای خدایی کرد، انا ربکم الاعلا، گفت من هستم پروردگار زمین و آسمان. وقتی این سخن گفت پروردگار بسیار قهرش آمد، غضبش بیدار شد و پیغمبرهای خود هارون و موسی گفت روید به قصر فرعون. فرعون دعوت کنید که تو خالق داری، تو پیدا کننده داری، تو رازق داری، اگر خواهد در یک میجه زدن با همین قصر زیر زمینت میبرد، لیکن تو با وی تسلیم شو، تو عبادت وی کن، تو از این خدا اعلان کردن خودت پس بگرد. لیکن ببین موسی را چی گفت؟ فقول له قولا لینا، قول لین، قول ملایم، قول ساده، سخن خوب قطعی باید دعوت کنید. ببینید چقدر پروردگار خوب برای داعیا، برای دعوتگرا چی وظیفه های خوب در پیش گذاشته است. حالا که حضرت موسی چی گفت؟ حالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ببین فرعون آنقدر ظالم و آنقدر قهر داشت که حضرت موسی گفت پروردگارا سپارش تو با دیده و با چشم قبول است، لیکن ما نزد فرعون رفتند می ترسیم، و پیش فرعون در آمدند ماها را ترس فرا میگیرد. وای بسیار ظالم است، وای بسیار بیرحم است. الله چی گفت؟ قال لا تخافا، ای موسی، ای هارون، شما نترسین. گفت اننی معکما اسمع و ارا، من همراه شما هستم و من شما را میشنوم و شما را نظارت دارم، نترسید از فرعون. ببینید اینقدر آدمی ظالم، اینقدر آدمی صاحب خشم، خدا به موسی و هارون چی سفارش داد؟ با ملایمی صحبت کن، با نرمی صحبت کن، لعله یتذکر او یخشی، شاید که وی پند گیرد، شاید که وی با خدا نزدیک شود. و این خاطر برادرای عزیز، من میدانم که ثواب دعوت بسیار بلند است، لیکن دعوتاتون درست کنین، انشاءالله شما از زبان اونا هیچ وقت سخنهای درشت نمیشنوین. برادر ما با خط فارسی نویسنده است. درود و رحمت خدا بر شما باد حاجی میرزای محترم. خداوند شما را همیشه از همه ناخوبی ها نگه دارد. شما به این مردم فهمانیدید که طرز دعوت به سوی خدا چگونه باشد و مردم را به آیات قرآن و احادیث شناس نمودید و مردم لذت داشتن آیت قرآن و لذت داشتن احادیث های رسول را فهمیدن و چشیدن. سوال دارم، من سوداگرم، نزد من ثبت آواز است، همون زوکا زپیسا هستن که بسیار بلند و دلخراش است. چند بار گفتم هیچ فایده نمیدهد. بعضی وقت چنان سرودها میخوانند که هم به معنی و هم دلخراش. هر روز یک دانه را میخرم و او را شکسته میپرتایم. آیا این کار من صحیح است یا صحیح نیست؟ خدا این دادر ما را خیر دهد. بسیار بچه مسلمان که بوده است و خدا خیرش دهد که اگه چقدر پول ای میافته باشد از سوداگریش که هر روز یک دیسک همون به معنی را میخرد و میشکند میپرتاید به خاطر ثواب. دادر عزیز، راستی بار وقتی که من خودم که همین وارد بازارها میشوم، وارد دکانها میشوم، خدا بسیار مهربان است، بسیار خدا رحیم است. اینقدر درآمدهایی که در دکانها میبینند، اینقدر کم هم که باشد درآمدهایی که در بازار میبینند، لیکن با این شکرانه نمیکنند.
من گفتنی هستم که برادر عزیز، وقتی خودم بازار می درایم باور کنید خیلی به انصاف است همون جوانهایی که نزد همون زوکازپیس ها نشستگی هستند. اگر از لب بازار یک زوکازپیس باشد، در آخر بازار صدای همون می رود. خیلی ناراحت کننده است. بله صدای بلند کی معقول است؟ حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ این انکر الاصوات لصوت الحمیر. بچه‌م گفت هیچ وقت آواز تا بلند نکن که بدترین آواز خر است در پیش خدا. آواز بلند الله به آواز خر تشبیه دادن. افسوس اون دادر ما شاید بچه بیغم است، شاید بچه هست که نمیداند که همه خاندان شادی ندارد، خانه هایی هست که غم دارند، خانه هایی هست که فرزند گم کردند، خانه هایی هست که چند فرزندش بالای بستر خواب است، برای اونا دیگر هیچ صدا، حتی صدای بلبل هم ناخوش است. و حتی که همون سالای مکتبی میخواندیم، دورای همون برژنوف بود، برژنوف حکمران بود. در همون مکتبا ما نویساندگی بود که سخن برژنوف است که نان باشد سرود میشود. خواندگی بوده نان باشد سرود میشود. او بیچاره شکمش در نان نداره، سرود چیکارش بکنه؟ او بیچاره سحر تا بگره سیب سیاه شده در زیر آفتاب، عذاب دارد، مشقت دارد، 10 سوم سودا دارد، برای او سرود تو چی در کار است؟ حالا که از درآمد که تو از این ببینی، خدا در قرآن میگوید برادر مسلمان باشی، اگر الله در قرآن میگوید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدا میگوید ای بنده های خدا، یکدیگرتون را در کار ثواب یاردم کنین، لیکن وقتی که اگر کار گناه شد، در کار گناه اگر برادر جانیت که باشد کمکش نکن. تو در کار گناه ترغیب کرده سای مردم به کار گناه دعوت داری. رو یک مهنت حلال کن، یک کار حلال برای خود پیشه کن، این برای تو بهتر است. خدا در سوره لقمان، ببینید سوره لقمان آیت 5 چی میگوید پروردگار؟ و من الناس ما یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. دادر عزیز آیت 5 تماشا کن از سوره مبارکه لقمان. خدا خیر دید جناب عالی رهبر دولت با حرفای کریلیکی هم گردانده است. رو همون را بخوان در زیر همین 5 آیت سوره لقمان. الله چی میگوید؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث. بسیاری از مردم هستند که خدا میگوید لهو الحدیث میخرند. لهو الحدیث چیست؟ عبدالله ابن مسعود پرسیدند که فضیلت عبدالله ابن مسعود در صحیح بخاری میگذرد. میگوید در قرآن چند آیت است حفظ میدانم، به نام کی نازل شده است حفظ میدانم، در کدام پارچه زمین این آیت نازل شده است حفظ میدانم. عبدالله ابن مسعود میگوید وقتی از او پرسیدن لهو الحدیث چیست که خدا در قرآن آورده است، گفت نغمه، صداهایی که بی معنی است، صداهایی که دلخراش است، صداهایی که برای اخلاق حمیده ما نیست. بغیر علمین خدا با ذکر کرد. ببین لیضل عن سبیل الله بغیر علم. خدا میگه علم ندارن اینا. مقصد اینا مثل همون تاجری هستن که ضررشون از فایدهشون نمیدانن. آن چیزی را میخرن، آن چیزی را میارن که در او در پیشگاه خدا فردا با خراجات پولهاشون پیشگاه پروردگار در جواب بگوین. کمتر انصاف که دادر عزیز، از خدا بترس.
که قهر پروردگار بسیار سخت است. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، عمر شما را خدا دراز کند و بالای این مردم شما را همچو سایبان خدا نگه دارد. در محله ما یک داملا خارجه خوانده است، میگوید که از پس این ملایی که قبلا در ما نماز میخوان نماز نخوانید، زیرا که وی از کتاب‌های عربی استفاده بردن نمیتواند. آیا خوانیم یا نه؟ زیرا جوانان در شبهه افتیدند. یک داملا آمده است، در کدام قبیله باشد که این سوال است. برادرمان خارجه خوانده آمده است و ملایی که قبلا شاید در اون محله بود از پس او نماز خوانده باشد و یگان کتاب عربی را استفاده برده نمیتوانسته است. مردم گفته است از پس وی نماز نخوانید که وی از کتاب‌های عربی استفاده برده نمیتواند. من جوانای عزیز راستی با وی ملا را نمیدانم کی هست، لیکن خدا خیرش دهد که تا آمدن این جوان نماز مردم خواند، مردم در یگان شک و شبهه نبودند. از روزی که این جوان خارجه را خواند و آمد، مردم در شک و شبهه افتیدند. بهترش که از پشت همین بچه‌ای که خارجه خوانده است شما نماز نخوانید. علم برای اون نیست که در بین مردم ما تفریقه و اختلاف اندازیم. برادرای عزیز، علم آن نیست که ما پیشوایی که قبلا داشتیم اونا را مذمت کنیم، اونا را تنقید کنیم. آخه اونا هم بیچاره به روزشو به ماهشو آمدن نماز مردم خواندن، با مردم بودن. امروز اگه تو آمدی و غلطی ویا یافتی و کمبودی ویا یافتی، رفته با او مصلحت کن، با او صحبت کن. و در بین مردم چرا اعلان میکنی؟ و بسیار این ملاهایی که بیچاره کتابای عربی استفاده برده نمیتونن، چیکار کنن بعد؟ یکی مردم اونها در اخلاص دارد، مردم اونها را دوست میدارن. دادر عزیز این خیلی نمیشود. پیغمبر خدا در دعاش گفت اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. در صحیح مسلم میگوید خدایا از علمی که منفعت ندارد به سوی تو پناه طلب میکنم. اکو علمی که گرفتین آمدین طریق درست استفاده برین. در بین مردم کوشش کنین که مهر و محبت جاری کنین. در بین مردم یکدیگر فهمی را پیدا کنین. این معنی را ندارد که ما فلانی کمبود دارد و فلان کم، همه کمبود دارد. السلام علیکم داملای عزیز. در پهلو اگر جای باشد لیکن نمیگذارد، نماز از پس وی بودگی درست است یا نه؟ برادر عزیز وقتی ما شما در صف میستین و در پهلوی شما باید جای خالی نباشد. اگر جای خالی باشد یک برادر تا فریاد زن در پهلو ایستد. لیکن امروز وقتی یک برادر در پهلو یک برادر می ایستد، در حال قوقای ما و شما داخته می شود، ناراحت می شویم و از پهلو ما پیش میکنیم به خاطر که 1 یا 5 دقیقه که نماز است و من در همین صف آزاد باشم و راحت کنم. لیکن اسلام میگوید که باید که پهلوهای ما و شما جای خالی نداشته باشد، صفهای ما و شما راست باشد. اگر وی از پسی تو ایستد و پیش وی خالی باشد، نماز او بیچاره مکروه می شود. دوم، من یک خواهر اسلامی شما، شوهر من 46 ساله است، 6 فرزند هست. خودم در بازار هر چی می فروشم، با من کار نمی کند. خودت کار کن، من پی فرزندها باشد میگوید کار نیست. در مسجد شما نماز جمعه می خواند، چیزی که گوید اصلاح شود. در کار کردن شرم است، عیب است میگوید. درآمد یک روزه من تا 20 سامانی هست. خودتان میفهمید داملا 20 سامانی چی میشود؟ این مادر عزیز صاحب 6 فرزند خودش بیچاره کار میکرده است. شوهری داشته است که گفته بود است که خیلی شوهر رفته تو کار کن من از پای فرزندهام شوم. مثلا نگفته است خیلی که بازار در کار کردن عیب و شرم است و مثلا تو کار کردن بگی خب من یک آدمی بی‌ناموس هستم، من یک آدمی بی‌غیرتم، من یک آدمی تنبلم،
من یک آدمی پست به معنی ام، اگه زنک تو کار کو من حسابی تو خوردن بگیرم. دادر عزیز، اگر در همینجا جمعه خانی باور کن عیب است که آن کسی در همین مسجد ما جمعه خانه و کار بیرون عیب و شرم گوید، حالا که ما طی چند سال شما را دعوتی به کار میکنیم. خود زیب راحت اون عائلت داره، 6 فرزند، او را در بیخه که فرزند شینان. گفتی فردوسی زنان را بس از همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. آوای بس است میگوید برای زن همین قدر مرتبه و درجه که وای در خانه نشسته و شیرهای نر تولد کند برای تو. تو باید مرد میدان باشی. عرب ها یک مقاله دارند میگوید کسی اگر در بیرون از دنیا گذشت وای بهترین عرب است، لیکن کسی در خانه گذشت وای پسترین عرب به شمار می رود. و بیا این مقاله بهترین بوده است. همه ما و شما باید در بیرون باشیم، در کوچه باشیم، کار کنیم، زنا و فرزندا را تامین کنیم. این چی بود از کار عیب و شرم؟ خوردن عیب نیست کو بی سامان میارد پیش از زنک تو میخریش، عیب نیست کو. خوردن عیب نبوده است، پوشیدن عیب نبوده است، در خانه خواب کردن عیب نبوده است، کار کردن عیب است. باور کنید بسیار نادرست است، بی انصافی است به خدا. تا از یک قوه که وای بیچاره قوه ندارد، وای توانا ندارد، وای هم خداوند با برای کارم نآفرید استش. خیلی به خدا جای تأسف است، عیب است، شرم است. ولی بسیار جوانای هم تا تیاره خور کار به گردن نمیگیرند. اگر در کجای نباشد رفته اگر 5 سوم دهد شکم تسیر کند، اگر چی کاری تو 50 سوم هم که قدر داشته باشد رو دادر عزیز کار کن، خانه دنه نشین. 5 سوم اگر تو را دهد ارزش کارت 50 سوم هم که باشد، همون 5 سوم به گردن بگیر، لیکن منت زن و منت فرزندا را به گردن نگیر، عیب است تو را. نعل اسب خوشبختی میارد. دعوا دارد یک مادر خیلی پیرانسال. که اینا را ما خیلی بر وقت گفته بودیم. همین نعلی که در اسب ها میزدن یک زمان جهالت ما و شما دا بود که دروازه ها مانده، همه مانده همین بود. به مقصد چی بود؟ به مقصد این خوشبختی میارد. خیلی جهالت بود، نادانی بود، نافهمی بود. مردم از شرک درک نداشت، از قوه بزرگ خدا درک نداشت. برای همین دادر عزیز همون مادر را بگو که همین نعل اسب در همین 4 پای اسب 4 نعل که روزی دراز قمچین میخورد. تنی خوشبختیش اینو خودتان تصور کنید. 4 پا دارد، 4 پاش نعل دارد، بار میکشه بیچاره، چند قمچین میخورد. کی خوشبختیش؟ از همین خلاصه نمیبراری. برای همین اینا ندارند دادرای عزیز، نه خارش نه چوهایی که از کدام بزرگواری میاریم کشال میکنیم خوشبختی. هیچ کدام خوشبختی تا نمیاره. خوشبختی فقط شما را ترس خدا میاره. برکات شما فقط در نزد الله است. الله در سوره اعراف اعلان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الله میگوید ای مردمی، خواه در محله هستی، خواه در شهر زندگی میکنی، ایمانی به خدا بیار، از پروردگار بترس. من دروازه های برکات و کشایش برای شهر شما، ملک شما، خاندان شما میکشایم. و این پروردگار اعلان دارد. 4 در خواب بینی که رسول الله را بینی و گوید که 10 سال بعد دنیا به آخر میرسد. این چی جواب دارد؟ این دروغ است دادر عزیز، وای رسول الله نیست. کسی خواب دیده است که رسول الله را دیدم و گفت 10 سال بعد دنیا به آخر میرسد، وای شیطان دیده است. وای حبیب خدا را دیدگی نیست. زیرا حبیب خدا را الله خودش بیان میکند که از تو میپرسند قیامت کی میآید، دنیا کی به آخر میرسد.
و مردم جواب بگو که این الله میداند من نمیدانم. ببین حبیب خدا در حال حیاتش گفته بود من آمدن قیامت نمیدانم، زیرا الله همین آمدن قیامت علم شد به حبیب خدا نگفت.